الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. از سخنان عزیزمان مولانا عبدالمجید سلمه الله استفاده کردیم. پیرامون آیاتی که تلاوت شد مطالب مختصری را الله خدمت شما عرض کنم. الله تعالی اینجا به یک رسالت بزرگ و یکی از ارکان مهم و پایه های دین و دیانت اشاره کرده است و تصریح کرده و فرموده است که الله تعالی شما را امر می کند، به شما فرمان می دهد، به شما دستور می دهد که شما عدالت را اختیار کنید، انصاف را در زندگیتون قرار بدید، عدل را و پشت سر عدل دستور بعدی الله تعالی احسانه که شما احسان کنید. اینها از اخلاقیات مهمند و وقتی که ما این حدیث میخوانیم که روز قیامت اخلاق حرف اول میزند و سنگین ترین وزن در اعمال نیک انسان عدالت هست و انصاف ہے. یعنی نفر بودن که بزرگترین وزن مال نماز، بزرگترین وزن مال حج، بزرگترین وزن مال عمل کرده، فرمود که بزرگترین وزن و از همه اشیاء و کارهای شما چیزی که وزنش بیشتره او اخلاق هست. این اخلاق وقتی در عدالت در اخلاق، انصاف در اخلاق، احسان در اخلاق و اینا اسباب اخلاقیاتان
معلوم میشه که مسئله اخلاق و اخلاقیات چه اندازه سرنوشت ساز هست و چه اندازه حیاتی هست و چه اندازه مهمه، چیزی که مردم به آن کمتر توجه دارند. بسیاری خیال میکنن که نماز که خواندید دیگه شما بهشتی هستید. اگر شما حج رفتید بهشت. درسته که نماز عمل بهشتیه، حج عمل بهشتیه، از اعمال بزرگ و بزرگان جایگاه خودشون را دارن. اما عدالت چه؟ احسان چه؟ انصاف چه؟ حقوق الناس چه؟ حق همسایه چه؟ حق پدر و مادر چه؟ حقوق مردم چه؟ اگر حق مردم به گردن باشه نماز عمل بهشتیه، ولی حق مردم به گردنت نباشه. اگر انسان ظلم بکنه، حق دیگران بخوره، با مادر و پدرش بد باشه، با همسایه ها بد باشه، با خویشاوندان بد باشه، چه؟ حق یتیم بخوره، هر سال حج بره، حق یتیم بخوره، حق مردم بخوره، سال 12 ماه روزه بگیره، روزه هم بگیره، ولی این چه؟ حقوق الناس خیلی مهمه. اینجا ان الله یأمرکم خطاب عمومیه، همه مسلمان مورد خطابن. توجه کنید تنها حکومت ها مورد خطاب نیستن. حکومت ها در رأس، کسی که صاحب قدرت، عدالت به وسیله و اجرا میشه، انصاف باید او رعایت کنه در قضایا، در فیصله ها، در خدمات رسانی، در همه مسائل. ولی هر انسان مأموریت داره که منصف باشه در زیر مجموعه خودش، در فرزندان خود هر پدر منصف باشه، هر شوهر نسبت به زنش، نسبت به زنانش منصف باشد. انصاف از اولین ارکان مهم و پایه های مهم دینه. و حضرت عمار رضی الله تعالی عنه همین روایتان نقل کرده، از ایشون منقوله که فرمودند هر کسی که فی نفسه منصف باشه، آدمی که منصف مزاجه، ذوق انصافی داره، به انصافی به ذوقش نمیخوره، به مزاجش همخوانی نداره، او ایمان را به پای تکمیل رسانده است. حالا دو تا دیگه که افشای سلامه و یکی خرج کردن و صدقه دادن و رسیدگی کردن به مردم با مال و صدقات در ایام تنگ دستی. لہذا یک اولی چیز اینه که همه ما، همه جامعه را دین اسلام خواسته، اللہ تعالی خواسته، اللہ هست، امر اللہ، فرمان اللہ خواسته که همه افراد جامعه منصف، تک تک افراد منصف باشند،
انصاف داشته باشند. انصاف خیلی مهم. ان الله یأمر بالعدل. حکومتها انصاف داشته باشند نسبت به رعیت، تبعیض قائل نباشند در میان مردم، در میان همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان، خودی و غیر خودی که تقسیم به اشتباهه. برای حکومت ها باید هیچ خودی و غیر خودی نباشه. همه ملت خودیه، همه مردم خودیه. وقت انصاف خودیه. و انصاف را به همه، برای دستگاه های قضایی، برای سایر کسانی که باید عدالت اجرا کنند بدون تفاوت اجرا کنند، فرق قائل نباشه. این دستور الله، این امر الله است. و دومی چیزی که الله تعالی دستور داده احسان. احسان یک قدم فراتر از عدالت است. و الله تعالی دستور داده به احسان، به نیکی کرد. شما از عدالت هم جلوتر برید. انصاف اینه که شما حق صاحب حق را بر سر موعد مقرر بدید. شما احسان اینه که از موعد جلوتر پول او را آماده کنه بدید. شما گفته سر برج میدیم، یک دو روز جلوتر بدید. شما به او گفتید که حق شما او را میدید، یک چیز اضافه بگذار و بده به حقش. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم همین طور بود. و یک چیزی که آن حضرت می خرید یا یک چیزی که می فروخت، سعی می کرد که از حق طرف بهترش را به او عنایت کنه. از جابر رضی الله تعالی عنه شتری به آن حضرت فروخت، آن حضرت شتر او را خرید و در سفر جهاد بود. وقت مدینه منوره برگشتن، حضرت جابر آمد، مسجد بود، آن حضرت دستور داد که حق ایشون وزن کنید و بدید. او زمان پول وزن میکرد و فرمود که یک چیز اضافه بدید. چیز اضافه دادن و او اضافه را آن حضرت صلی الله علیه و سلم، حضرت جابر در پوش شمشیرش جای گذاشت برای برکت. و اضافه آن حضرت است. و لحظه او اضافه را نگهداری کرد. حضرت جابر رو در جنگ حره او اضافه را بردن، شمشیر حضرت جابر لشکریان یزید که به مدینه منوره آمدن با او اضافه که در پوش شمشیر بود بردن. و احسانی الله تعالی دستور داده که با تمام صاحبان حق ما احسان کنیم، با همه مردم دنیا احسان کنیم. و احسان به الله تعالی آنه که دستور او را به نحو احسن انجام بده، عبادت الله را به نحو احسن انجام بده. و حدیث تفصیلش را بیان کرده است که خدا را چنان عبادت کنید که شما خدا را میبینید. اگر شما خدا را نمیبینید، خدا که شما را میبینه. وقتی خدا شما را میبیند، شما باید خیلی متواضعانه، اگر ما الان بدونیم که اینجا نشستیم زیر نگاه اللهیم، ذکر میکنیم زیر نگاه اللهیم، عبادت میکنیم زیر نگاه اللهیم، خدا داره ما را نگاه میکنه و میبینه، ما با عاجزی بیشتر خدا را بندگی میکنیم. و اگر بدونی که اگر این حالت باشه که گویا ما خدا را میبینیم، چون خدا را کسی که نمیبیند ولی گویا خدا را میبینیم،
تواضع ما عظیم بیشتر میشه. این احسانه. یعنی معنی خلاصه حدیث آنه که الله را به نحو احسن، به نحو بهتر، با حضور قلب، با توجه الله، الله را بندگی بکنیم. این میشه احسان. همیشه صدقات میدید، خیرات میدید، هر کار میکنید توجهتون به الله بره که برای الله. مهمان خدمت میکنی برای الله، زن و بچه را خدمت میکنی برای الله، برای هر کسی کاری انجام میدی برای الله در نظر بگیرید. این احسانه. الله اینو دوست داره. الان متاسفانه مسلمانان در مسائل اخلاقی خیلی متضرر شدن. اخلاق اسلامی در جهان اسلام غریبه، غریبی اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم، اخلاق اسلامی در جهان اسلام. در غیر جهان اسلام اخلاق اسلامی پیدا میشه کم و بیش، ولی در جهان اسلام توجه مسلمانان به مسائل اخلاقی خیلی کمه. عدالت خیلی کمه. احسان خیلی. احسان به والدین. ان الله كتب الاحسان فی کل شیء. احسان را در همه چیز الله نوشته. در تمام کارهایتون احسان الله نوشته که شما احسان وارد زندگیتون بکنه. با والدین احسانه. قرآن میگه احسان. با فرزندان و دختران فرمود در کسی که دو تا دختر با خوبی نگهداری بکنه و ازدواج تربیت کنه، به ازدواج برسانه، به خانه بخت بفرسته، یا دو تا خواهر پرورش بده، خدمت کنه، احسان کنه و به خانه بخت بفرسته، هر دو تا برای او ستر از جهنم میشد. از جهنم که ستر شده معنی این که او را به بهشت میرساند. لحظه این دختران خدمت کردن این اجر عظیم داره. به زنان توجه کردن اجر عظیم داره. با زنان احسان، با همسایگان احسان، با خویشاوندان صله رحمی، قرابت، با همه انسانیت، مسلمان و غیر مسلمان احسان، با حیوانات احسان، با محیط زیست احسان، نگهداری محیط زیست، نگهداری منابع طبیعی که به نفع همان احسان. ان الله كتب الاحسان فی کل شیء. کل شیء عامه. این تنها زنده نیست، زیروح نیست. با هر چیز خوبی بکنی. تخریب جنگل ها و ضرر زدن به محیط زیست و سوختن جنگل ها، از بین بردن، این فساده و نگهداریش احسانه. فرمود ذبحی که شما میکنی حیوانات، با او احسان کنی، کاردتون اول تیز کنی، زود ببره رگهای حیوان ها و ذبح بکنه به راحتی و او اذیت نشه. و شما وقتی قاتلتون قصاص گیرید، قاتل پدرتون، قاتل فرزندتون قصاص میگیرید، فرمود که شما او را به آسانی بکشید، زجر ندید، زجر کش نکنید، شکنجه ندید، توهین نکنید، فحش ندید، اهانت نکنید، او را به راحتی تیر خلاص بزنید و
گردنش را خاصه بزنید، گردنش را بزنید به نحوی که او دیگه زود خلاص بشه. در همه چیز احسان. ان الله كتب الاحسان في كل شيء. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. معلوم میشه که احسان یک اخلاق فراگیره در کل زندگی انسان. راه احسان بگیره. با مراجعینتون که مراجعه میکنن، شما ریش سفیدید، شما مسئولید، شما کارمندید، با مراجعین با حرمت برخورد کنید، محبت کنید، راهنمایی کنید، حرف او را گوش کنید. روزی آن حضرت صلی الله علیه وسلم یکی از دشمنان آن حضرت با آن حضرت صحبت میکرد. او حرف میزد و حرف تند میزد، حرفای او نامناسب بود، در شان آن حضرت نبود. آن حضرت فرمود فلانی من گوشم با تو هست، تو بزن حرفت را، من گوشم با شمایه. حرفی او را گوش کرد، نگذاشت کسی با آن حضرت خشن حرف میزنه، تند حرف میزنه و کسی ناراحت بشه اجازه نمیدادن که وسط بفره. بگذار حرفش را بزنه، بگذار تخلیه بشه. احسانه. امروز متاسفانه احسان از زندگی رفته. مردم میبینن کسی مریض میبینن از کنارش رد میشن، گرفتار میبینن از کنارش رد میشن، رو را اونور میکنند و رد میشن که ما ندیدیم. آشنا را میبینن گرفتاره، ماشینش بنزین تمام کرده، ماشینش دوره خراب شده، دست بلند میکنه و خطری هم کسی احساس بکنه یک چیزی خطری نباشه و رد بشه. این برخلاف اخلاق اسلامی است، برخلاف اخلاق انسانیه. به گرفتار، به نیازمند پاسخ داده بشه، به توجه بشه. امروز متاسفانه نه تنها اخلاق اسلامی غریبن در بلاد اسلامی که عمل کرد اسلامی غریبن، احسان در تمام زندگی انسان، شونات زندگی که دخالت داره غریب توی زندگی، عدالت غریب توی زندگی بشر، توی زندگی همه انسان ها و توی زندگی مسلمان بیشتر. الله تعالی این همه احسانات و اینها خیلی حیاتی به اخلاق اسلامی، به اخلاق دینی، به اخلاق حضرت رسول، سیره آن حضرت و اخلاق آن حضرت توجه بشه، به زندگی آن حضرت، به سنت های آن حضرت، به سیره صحابه، به سیره اهل بیت توجه بشه. این مهمه. شما از اینکه گریه کنید برای صحابه، گریه کنید برای حضرت رسول، گریه کنید برای اهل بیت، شما سیره اونها را اتباع بکنید، تقوا اونها را مراعات کنید، برای خود الگو بگیرید. گریه نکنید، سیره شون عمل بکنید. و اگر سیره عمل نکنید، برای شما گریه کردن هیچ فایده نداره. شب و روز گریه کنید. بابا به اخلاق، سیره امام حسین، سیره حضرت علی، سیره ابوبکر صدیق، سیره عمر فاروق، شما به هر فقه و هر مذهب نسبت داشته باشید، از عمل کرده خود را درست کنید، اخلاق خود را و اعمال اسلامی، احکام دین، قرآن عمل کنید، خود را با قرآن نزدیک کنید. اصل قرآن عظیم و شانه، اصل سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم، عدالت آن حضرت را اجرا کنید.
عدالت سیدنا علی مهمه. این روزها به هر حال ثبت نام بوده در کشور من و برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردن بسیار و از گذشته مثال جلوتر ثبت نام شروع شده، چند ماه جلوتر ثبت نام کردن برای مجلس و مجلس جدید و چیزی که به همه ما میدانیم الان هم الحمدلله مجلس داریم، الان مجلس هست در کشور و همه نمایندگانی هستند که خود ملت انتخاب کرده اینا رای دادن. مجلس هست، دولت هم هست، دولتی که خود مردم این دولت انتخاب کرده. نمایندگان خبرگان برای خبرگان هم ثبت نام شده ظاهرا ها، نمایندگی خبرگان و مجلس هم رای درسته، برای خبرگان هم ثبت نام کرد. الان نماینده خبرگان که داریم و این نمایندگان خود ملت انتخاب کرد، مردم رای دادن. ولی با این حال که این همه مسائل داریم و انتخابات برگزار شده و مجلس هم هست، دولت هم هست، همه چیز هست و بحران ها در کشور روز به روز اضافه می شود و ملت دچار مشکل هست، دچار مشکلات، دچار بنبست هست، بنبست هایی است که پایان نداره و روز به روز اضافه میشه و مردم با مشکل مواجه هستند. آیا اگر مجلس جدیدی بیاید مشکلات حل میشه؟ آیا اگر دولت جدیدی ما انتخاب بکنیم مشکلاتمون حل میشه؟ که خیلی خوبه. اما اگر همین مجلس تکرار میشه، تکرار مکرره، چیزی که در گذشته هم داشتیم و روز به روز به سمت مشکلات آمدیم و الان هم داریم و مشکلات اضافه میشن. نباید عقلای قوم فکر کنند، نباید اندیشمندان کشور، مسئولان کشور، کسانی که فکرشون تاثیر داره و الله تعالی سرنوشت ملت در دست اونها قرار داده، سرنوشت ما در دست اونها، یا نباید فکر کنند این مسئله را. آیا آینده روشنی هست که ما را بگن که این مجلس جدیده که شما انتخاب میکنید دیگه همه چیز تمامه و شما زندگی تو راحته و وقتی که افق روشنی هست مسئولان میبینند، مایش نمیبینیم، ملت نمیبینه، با این فکر روشنه جلوی مردم بگذارن، بگن که این مجلس که میآید کار تمامه، دولت جدید که میاد کار تمامه، بسم الله، خیلی خوب هست. ولی اگر افق روشنی نیست و ما مجلس جدیدی انتخاب بکنیم و او کما فی سابق بشه، بری و نماینده که حد فعالیتش یا آب یا برق یا نان یا بنزین یا اسفالت راه هست، نماینده که در همین ای بابا ای کار مال دولت هست. حالا که بحران درسته
شما این نره فریاد زنی، ولی توی مجلس ما در گذشته همین بحث هست، در حالی که مجلس یک وظیفه داره. توی دنیای دیگر نمایندگان این حرفا را تو مجلس فریاد نمیزنن. نمایندگان قانون میگذارن، قانون گذارن، و نمایندگان توی دنیای دیگر سیاست های دولت را انتقاد میکنن. بر اجرای قانون نظارت اصل وظیفه نماینده. قانون چگونه اجرا میشه، وزارتخانه ها چگونه عمل میکنن، دولت چگونه عمل میکنه، مسئولان چگونه عمل میکنن، تصمیم گیرندگان در هر رده باشن باید نظارت بشه بر سیاستشون، بر کارشون. و اگر اشتباهی داره انتقاد قرار بگیری از جانب مجلس. و مجلسی که اگر حرف بزنه و گوش به زنگش باشه که آقا ما شما رو تایید کردیم و فردا کار شما به دست ماست، و این نماینده چه نماینده است؟ این نماینده پای کارش بره بهتره. نماینده باید استقلال داشته باشه، نماینده باید مسئولیت داره، مسئولیت پارلمانی داره، سیاسی داره، حق داره حرف بزنه، حرف داره، حق داره بر سیاست ها نظارت کنه، بر اجرای قانون نظارت بکنه. نماینده مردمه. من قبلا گفتم که نماینده دولت نیست، نماینده نظام نیست، نماینده مردمه. برای مردم رفته، باید این از حقوق ملت دفاع بکنه، این در کنار ملت بیسته. و اگر نماینده این کار نتوانه بکنه، آقا فلان جا برق قطعه، آقا فلان جا آب قطعه، آقا فلان جا نان نیست، و نماینده ماشاءالله صحبت خوبی میکن. آی وزیر فلان جا، وزیر نیرو فلان جا برق نیست، فلان جا گاز نیست، فلان جا آب نیست، حرف خوبه، ولی این کار نماینده نیست. این را باید چنان دولت فراهم بکنه که حرف دغدغه نماینده هم داشته نباشه، مردم هم داشته نباشه. باید نماینده روی وزارت خارجه و سیاست خارجی را نظارت کنند که آیا چگونه داره اجرا میشه، به دولت ها نگاه میکنن، تمام مسئولین نماینده بفاین. نماینده اگر اینطور باشه، بسم الله، کما فی السابق باشه، قوم ها را وارد کردن در مجلس و نمایندگی و برای نامی باشه و برای نانی باشه، و این که بالاخره همون تکرار مکرر جلوتر هم بوده، علم هست و مشکل حل نمیشه. دولت هم بیاید و دولت ها را انتخاب بکنیم و هم به همه صورت برن و یا اختیارات نداشته باشن یا اختیارات داشته باشن عمل درست نکنن، و فایده ایش چه میشه؟ و فکر اساسی کرد خبرگان بیا انتخاب بکنیم. هر سال ما اینجا انتخاب میکنیم و مردم انتخاب بکنن، خبرگان سر 6 ماه برن جلسه تشکیل بدن و بالاخره نه نظارت بر زیر سازمان های زیر مجموعه رهبری، سازمان های قدری هم، سازمان های بزرگی هم، تاثیر گذارن، آینه چگونه عمل میکنن و خود مقام رهبری هم پیشنهاد بدن، برن نزدیک صحبت کنن، درد مردم رو برسانن، مشکلات مردم رو برسانن. چند روز قبل مقام رهبری صحبت خیلی خوبی کرد و فرمودن که همه ما دچار ممکنه که لغزش بشیم. نیروها گفتن، فرماندهان
به فرماندهانی ویژه صحبت میکردن، گفتم که شما هم دچار لغزش میشید، ما هم دچار لغزش میشید. درسته؟ تو این جهان یک خدایی است که لغزش نمیخوره، از خطا نمیخوره و هیچ کسی نمیتونه خدا را زیر سوال ببره. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. هیچ کسی توی این جهان نمیتونه خدا را زیر سوال ببره، چرا که حکیم، عالم الغیب، دانشمند، همه چیز میدانه و ما نمیدانیم. اما بشر، کل بشر جایز الخطا. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خوب توجه کنه، در و هم یسألون انبیا هم داخلن، انبیا زیر سوال میرن. خود رحمت للعالمین خاتم النبیین الله تعالی سوال میکنه و میفرماید که عفا الله عنک لما اذنت له، لما اذنت له. در جنگ تبوک آن از یک جمعی آمده خدمت آن حضرت و گفتن که ما عذر داریم و ما را معاف کن و جمع تبوک ما نمیتونیم مشارکت کن. از فرمود شما عذرشون پذیرو. الله حبیب خود را زیر سوال بردن که چرا اینا را اجازه دادید؟ اجازه نمیدادید. تا اینها ظاهر میشد که اینا عذر نداشتن، اینا که شما اجازه نمیدادید هم نمی آمدن. چرا اجازه دادید؟ به خاطر یک نابینایی که به مجلس آن حضرت آمد. آن حضرت با سران مکه صحبت میکرده، بزرگان مکه. اون نابینا بود، ندید اینجا توی مجلس که سوالی کرد، آن حضرت اون جواب نداد و چهره مبارک ترش شد مقداری. الله تعالی زیر سوال بردن عبس و تولا انجا علماء نابینایی آمد و شما چهره تون عبوس شد. پیامبر خدا، پیامبران روز قیامت هم سوال میشد. در میدان محشر الله تعالی از حضرت عیسی میپرسد که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. شما گفتید که من و مادرم حضرت عیسی را عبادت کنم. الله پیامبر خود را، حضرت عیسی را که خودش معجزه خدایه، بدون پدر به دنیا آمده، چه کسی از حضرت عیسی بالاتره؟ چه کسی از محمد رسول الله بالاتره؟ چه کسی از حضرت ابراهیم بالاتره؟ ابراهیم روز قیامت مردم برای شفاعت میں کار من نیست. من میترسم، برای نفس خودم میترسم، برای جان خودم میترسم. این پیامبران غیر از ذات یگانه دیگر تمام مردم مسئولن. هر کسی الان اینجا توی اصطلاحات خودمون بزرگان حکومت را مسئولان نیست، اما مسئول میگه. مسئول یعنی چی؟ مسئول یعنی کسی که باید پاسخگو باشه. استانداری مسئول، رئیس جمهوری مسئول، رئیس مجلس مسئول. چه کسی مسئول نیست؟ همه مسئولن، همه دوچار اشتباه میشن. اگر ما خیال کنیم که هیچ کسی غیر از کسانی غیر از خدا هم هستن زیر این آسمان و بالای این زمین که لغزش نمیخورن، خود ما لغزش خوردیم، اشتباه کردیم. اشتباهه. هوا رهبری هم نیاز دارن به مشورت. خبرگان باید که نزدیکن، دستشون جا میرسی، خبرگان باید برن مشورت بدن. خبرگان بگن مسائل درد مردم ها برسانن. رهبری که علم غیب ندارن، بالاخره که چی میگذرد این دردها باید خبرگان بره. واقعیتا خبرگان این کار میکنه، بسم الله. اگر نه خبرگان میرن می نشینند و نشستند و گفتند و برخواستند و بالاخره چیزی به رهبر نرسونند و مشکلات نگن و فایده ما چه میشه؟ این وسط ما که رای دادیم و هزینه هم میکنه. ما برای خبرگان هزینه کرد، ما برای همین نمایندگان اینجا
هزینه میکنه. بالاخره مردم هزینه میکنه. این نمایندگان عکسایشون چاپ میکنند، اینا را مهمانانشون. آقای مولا عبدالله اینجا نشسته و اینجا برای انتخابات جایزه چه اندازه همه علما دوندگی کردند و آقای یکی را نانی بده و یکی را چایی بده و یکی انتخابات فعالیت کردن و حاصل چه میشه؟ حاصل ما چه میشه وسط؟ و روی اینی که اصل نگاه از سیاست، اگر سیاست تغییر نخورن، اگر نگاه تغییر نخورن، اگر یک تغییرات ژرفی در کشور انجام نگیری، تحولات به نفع مردم صورت نگیره، این گرفتاری هست. نماینده انتخاب میکنیم و گرفتاریم، رئیس جمهور را میدیم و گرفتاریم، خبرگان انتخاب میکنیم و گرفتاریم. و باید فکر اساسی بشه، مسئولان فکر اساسی بکنن. باید حجابها را از اطراف خود بردارن، دور کنن، کنار مردم باشن، مردمی باشن. آخر که مرگی بالاخره. بعضی بعضی چیز دوستان توصیه میکنن که فلان و فلان تو رعایت کن و فلان، هم میگیم بابا آخر که مرگی، از مرگ هیچ کسی نمیتونه فرار بکنه. باید آخر مرگ بیاید دیگه، تا کی انسان میمانه توی دنیا؟ مسئولان درسته خطر دارن، ولی بالاخره از همه خطرها بالاترین خطر اینه که به مسئولان دسترسی نباشه. برای خود مسئولان خطرناک، حرف به مردم نرسه، مردم حرفشون نزنن، با نتوانن بزنن، نگذاشتن بازی که حرف بزنه. اسم بعضی از بزرگان نگذاشتن که به زبان نیارن. خط قرمز نه، خط قرمز که خدای از الله هیچ کسی حق نداره انتقام کنه، انتقاد بکنه، به کارای الله عیب بگیره. و بالاخره مردم پیامبر خدا را هم جلوش ایستادند و حرف زدند، امامان حرف زدند. و فکر اساسی میخواهد که فکر اساسی بکن. و من همین گاهی فکر میکنم که مثلا امریکایی ها، اروپایی ها خود خیلی عیب دارن. امریکایی خود تکبر دارن، استکباری دارن. بالاخره عیب های دیگری در همین کره خاکی در خیلی هست، ولی شما بینید که آقا کنگره گاهی به رئیس جمهور حمله میکنه و صحبت میکنه، مجلس عوام بر مسئولانشون انتقاد میکنن. و آزادی هست، آزادی بیان هست، آزادی کلام هست. این خیلی ارزشمنده. همین آزادی قرآن از او صحبت میکنه. آزادی اگر نباشه، آزادی بیان نباشه، آزادی کلام نباشه، آزادی اندیشه نباشه، خیلی مشکله. شو اروپا را ببینید، اروپا من نمیگه که عیب نداره، خیلی عیب داره، ولی در اروپایی ها حسنی که موجوده همینه که نخست وزیر جلوش گرفته میشه، نمایندگان مجلس استعفا میدن. حالا چیزی عجیبه که توی مجلس ما من فکر کردم که تا حالا من ندیدم کسی استعفا بده. مجلس شورا آقا جمعی استعفا بده بر خاطر مردم، خبرگان استعفا بده و دولت استعفا میدن. جاهای دیگه دولت وقتی که نمیتونه کار حل کنه استعفا میده، وزیر استعفا میده. و مال ما نه، استعفا اصلا توی عرف ما نیست. استعفا اگر بده بدبختش میکنن. بابا نه، توی دنیایی که حرف آزاده، گفتمان آزاده، گفتگو آزاده،
انتقاد آزاده و این حرفا هست. حال اسرائیل به اسرائیل که به هر حال اشغال کردن سرزمین فلسطین را و همه معتقدین که این ظلم بزرگی انجام داده. ولی شما ببینی حالات توی اسرائیل ببینید که دولت تندرو اسرائیل نخست وزیرش میخواهد که اختیارات قوه قضایی را محدود کنه و تمام ملت برخاسته. اعتراض دارن که آقا اینجا اینا میخواد دیکتاتوری در اسرائیل تشکیل بده، قوه قضایی را اختیاراتش را محدود میکنند. اعتراض تمام نیروهای مسلح معترض شده. عجیب این اتفاق بزرگی در اسرائیل داره رخ میده. همه بلند شده اعتراض میکنن بر آقای نتانیاهو که شما میخواهید به سمت دیکتاتوری سیستم حکومتی را ببرید. اعتراض نیروهای ذخیران، نیروهای خلبانان، همه میگه استعفا میده. از دیکتاتوری نمیتونیم میگه ما دفاع کنیم. و چیزی خیلی خوبه، یک چیزی که خیلی خوبه، این همین حکومتان که ما به اونها اعتراض داریم واقعا هم اعتراض به سرشونه، ما بارها محکوم کردیم. ولی ها ببینیم که این خوبی ها در هم این ملت ها موجوده. چرا ما این خوبی های ملت ها را نگیریم؟ ما از بدی هایشون متنفر باشیم، از بدی های امریکایی ها، از بدی های اروپایی، از اسرائیل، از دنیا، خرابیشون، ظلمشون. ولی چرا خوبی های اونا را نگیریم؟ خوبی داریم بده به دنیا، از خوبی های دنیا بگیریم. و اسرائیلی ها که اونجا معترضند علی برخلاف حکومت، چیز تعجبی اینه که هیچ کسی از اینا کشته نشده. ببین نیروهای اسرائیلی ها فلسطینی ها را میکشن ولی خودشون نمیکشن، ملت خودشون نمیزنن. فرق میکنه ملت با غیر ملت. و این نیروهای اعتراض دارن. و چرا اینجا اینطور نیست؟ مثلا مسئولین درد ببرن برسانن، همین فرماندهان نظامی مشکلات در میان مردمان. شما مشکلات مردم بیشتر تشخیص میدید. شما مشکلات چرا نمیرسانید به رهبری؟ وضعیت نمیگید که وضعیت، حالا وضعیت چه وضعیتی است در کشور؟ چقدر زندانه، چقدر زن زندانه، چقدر مردم زندانه از معترضان، چقدر روزنامه‌نگار زندانه، چقدر دانشگاهی، دانشجو، علما زندانان. بالاخره مسئله برسونه این ملت ها فرق میکنه. ملت ها نباید زد، ملت ها به خاطر اعتراض نباید کن. کسی گفته بود که ما سرکوب میکنیم اگر 2 مرتبه اعتراض بشه به بسیج نسبتش بود. سرکوب ملت کار نادرسته. بسیج بره در من مردم بپرسه به مشکلات مردم چیه، درد مردم چیه. واقعا این مردم برای امریکا کشته شدن، واقعا چشمشون رو برای امریکا از دست دادن، واقعا توی زندانم برای امریکا اینا رفتن افتادن، برای اسرائیل رفتن، برای اروپا. یا نه مشکل دارن. اگر برای اسرائیل و امریکا شما حرفشون هیچ قبول نکنید، ولی این مردم گرسنه، این مردم تحقیرن، این مردم با بنبست رو بروان، شما حرف اینا رو گوش کنید. حرف انصافه، حرف منصفانه را بزنیم، واقعیت ها را بگیم، حقایق را بگیم. توهین رام من گفتم به پیامبر هم سوال میشه پیامبر کرد و
الله تعالی گفته شو پیامبرتون است لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. شما چیزای بی رفت از پیغمبر سوال نکنید. یکی گفت که پدر من یا رسول الله کیه؟ یکی گفت فلان من که این رفت با پیغمبر چه رفتی داری که پدر چه کسی متهم بود بنده خدا. و پیغمبر گفت که پدر همون پدرش را که معروفه نام برد و پدر تو فلانیه. عبدالله بن حذافه بود غالبا صاحب پدر من که گفت پدر تو حذافه است. تهمت از او رفت شد ولی پیغمبر ناراض شد گفت این سوال چیه از من میکنید؟ شما از دین سوال کنید از دنیا سوال بکنید این ممنوع نیست از پیغمبران. ولی بی‌ادبی به پیغمبران گناه بزرگی است. بی‌ادبی الحمدلله ما به این التزام داریم که به هیچ کسی توهین نکنیم و هیچ کسی را تحقیرم نمی کنیم، غیبت هیچ کسی را نکنیم، بعد نمیگیم، حرمتای همه را حفظ کنیم ولی حرمتای یک دیگر ولی حرف بزنیم، بگذارید حرف بزده بشه در چارچوب منطق. مثلا به این حرفای بالاخره اگر جواب قانع کننده دارید ما میپذیریم، سری همه منبر ما میگیم که آقا اشتباهه، ولی بگذارید حرف زده بشه. شما امکانات در دستتون، قدرت در دستتون هست، شما انتخابات برگزار میکنید ولی آیا ملت مشکلشون حل شده؟ آیا ملت ها یک افق روشنی دارید به نشان بدین افق؟ همین مسئله که نگذاشتن که انتقاد بشه از سیادت ها که امروز مملکت با مشکلات مواجه است. بگذارید تا حرف زده بشه. اسلام اجازه میده، قانون اجازه میده، قانون اساسی اجازه میده، حرف از قانون خارج نیست آقا. و مردم حرف بزنن، مردم صحبت بکنن، فرماندهان نظامی حرفشون گوش بکنه، قضات گوش کنند و به رهبری منتقل کنند. برید شما آقا اونجا، ما که راهی نداریم، شما برید اونجا و بالاخره جر و بحث هم بکنید، صحبت هم بکنید، چنه بزنید که های وضعیت مملکتی بالاخره از این حالت باید بیرون بیاید و تا که میتوانم مردم این وضعیت تحمل کنند. سختی بر مردم، اگر ما تحملش بکنیم دیگران نمی کنند. ایرانی‌ها که بیرون رفتن برگردن متخصصان ما، کارا به دست اهلش بدید، کارا به دست شایسته بدید، کارا به دست توانمند بدید. اگر من فرزند خودم را بفرستم به مجلس و ناتوان باشه و شما برادر خودتون را بفرستید و او عزیز خود را و بالاخره برد توی مجلس و نامی کش کنه و مشکل مردم حل نشود که کاری نمیشه کرد. اساسی فکر باید که الله تعالی توفیق عنایت کنه و الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر بگردانه.